خب همه روش های معمول رو من تست کردم، ولی اون چیزی که به سلیقه من بیشتر چسبید اینه که اول یک لایه پنیر اوما بزنیم، این یه راز تازه، بعد یک لایه نازک کره چون خودش خیلی چربه و یه مقداری چیپس و موز و آخر هم حتما باید یک نوشیدنی گازدار قوی بزنیم که ببره. بریم. این پنیر، این کره و این هم خاویار بلوگا امپریال که بهترین دیگه خاویار کل ایرانه. یک بار بعضی چیزا رو آدم باید تست کنه، مخصوصا اگه یه چیزی ایرانی باشه که مخصوص ایران باشه، ممکنه حسرتش تو دلتون بمونه توی مملکتی که هر روز جنس‌ها گرون میشه. یه مقدار چپس سرکه نمکی، امپریال بلوگا خاویار ایرانی و سرآخر هم موزها رو نامیزون، لازم نیستش که زیاد حساس بشین روش. این هم که گفتم دیگه قاعده کاره، زیاد نه، چون همه تون خالی. این چیزیه که به ذائقه من بیشتر چسبید تا اون روش های دیگه.